روز ششم فوریه سال 2023 در جریان یک عملیات ویژه در طربخانه گرانده در شهر میتیشی ولایت مسکو 52 اشتراکچی سخودکایو جمع آمد سرکردگان عالم جنایی را دستگیر کردند. 48 تن از دستگیر شدگان زادگان آذربایجان، 2 نفر دیگر از ارمنستان و 1 نفری از تاجیکستان و جمهوری داغستان روسیه بودند. اسم دستگیر شدگان از جمله نام تاجیک در سخودکا بازداشت شده نشر نشده است. تنها گفته می شود که این عملیات ویژه برای بازداشت سرکردگان عالم جنایی را نیروهای ویژه روسگواردیا و عمان همراه با کارمندان بخش کوفتکوف جنایی انجام دادند. درباره بازداشت 52 سرکرده عالم جنایی از کشورهای اسنگ چندین رسانه روسیه از جمله شبکه تلویزیونی رنت و تلگرام کانال های 112 و بعض خبر دادند. رنتوی خبر داد که عملیات ویژه شام 6 فوریه در نزد طربخانه گراند واقع در قسمت شمال و شرقی میتیش صورت گرفته. از سرکردگان عالم جنایی انگام کوفتکوب دست کم 2 میل سلاح گرفتند. بعض خبر داد که در جریان عملیات 5 پیستولت تروماتیکی، 1 کمان نوی کرابین تمغه سیگا گرفته شده است. همین منبع خبر داد که اکثر کل دستگیر شدگان 48 نفرش از آذربایجان، 2 دیگر از ارمنستان، 1 نفری از تاجیکستان و داغستان بوده. در عملیات تقریبا 50 نفر از نیروهای حفظ حقوق اشتراک کردند. درباره تجمع نیروهای روسگواردیا، عمان و پلیس در میتیش اولین شده تلگرام کانال محلی میتیش لایف خبر داد. یک شاهد به این کانال خبر داد که ساعت 16:20 در روی پل خیابان المپیسکی 2 نفر کس را تعقیب میکردند و از پیستولت تیرخوری میکردند. بعض خبر داد که برخی اشتراکچیان سخودکا تلاش کردند که از طربخانه گراند فرار کنند، ولی بنا به اطلاع این کانال آنها را دستگیر کردند. پلیس مسکو این عملیات را تا کنون رسما شرح نداده است. قبلا نیز درباره بازداشت نمایندگان عالم جنایی از تاجیکستان در سخودکاهای سرکردگان عالم جنایی در روسیه خبرها به دست می رسیدند، اما در عموم نمایندگان عالم جنایی تاجیکستان در ترکیب عالم جنایی روسیه و اسنگ هنوز چندان قوی و پرنفوذ نیستند و اساسا به غم دادن و بستن هموطنان مهاجر خود در روسیه نام برآوردند.